زندگی یک عائله مهاجران تاجیک در ولایت ارینبورگ روسیه در یک شب به کلی دیگر شد. مرگ سرابان یگانه این خانواده پدر و مادر و زن و 3 فرزند او را غرق ماتم کرده است. شب 26 به 27 اپریل در یک جنگل در شهر ارینبورگ در نزد ماشین جسد تکسیران تاجیک 32 ساله را با زخم‌های کرد در قسمت رو و قفس سینه‌اش پیدا کردند. او قبل از مرگ توانست به دادر عروسش زنگ زده خواهش کند که او را از جنگل برند، ولی وقتی که نزدیکانش به آنجا میرسند مهاجر تاجیک الکی جان باخته بود. تفتیشات بر این است که راننده را احتمالاً آخرین مشتری که او شب 26 به 27 اپریل سوار کرده بود کشته است. اولین گمانبر در کشتار راننده تاجیک را الکی در جمهوری با ارینبورگ همسایه باشقردستان دستگیر کردند. نام و ملت او نشر نشده است. ریاست تفتیشات ولایت ارینبورگ خبر داد که شب 27 اپریل سال 2022 ساعت 00:30 دقیقه در نزد ماشینش در یک جنگل تقریبا 170 متر دورتر از کوچه نخیموف شهر ارینبورگ جسد ساکن محله 32 ساله را با جراحت‌های خلنده و برنده در قسمت رو و قفس سینه‌اش پیدا کردند. در رابطه با این قضیه بر اساس قسم یکم ماده 105 کودکس جنایتی روسیه پرونده جنایتی گشودند. ریاست تفتیشاتی ارینبورگ خبر داد که در چارچوب این پرونده در قلمرو جمهوری باشقردستان نفری را معین و دستگیر کردند که بنا به معلومات مقدماتی میتواند در این جنایت دست داشته باشد. به خبرنگار نشریه محلی میسر شده است که با برادر راننده کشته شده صحبت کند. او نقل کرده است که برادرش در تاجیکستان به دنیا آمده تقریبا 8 سال پیش به اورنبورگ کوچید و در اینجا خانه و اولی خرید. او سپس پدر و مادر و همسر دویمش را با 3 فرزندش به اینجا آورد. 2 فرزند او از زن اول و سومش از زن دویمش بود. به گفته برادرش او در ارینبورگ از حساب تکسیرانی زندگیش را پیش میبرد و یگانه سرابان عائله‌شان بود. ولی همه چی شب 26 به 27 اپریل یک باره عوض شد. بنا به نقل برادرش آن شب تکسیران تاجیک ساعت 8 شام برای او به مغازه رفت ولی دیگر برنگشت. ساعت 11 یا 12 شب او به برادر عروسش زنگ زده کمک خواسته است. تنها گفته است که در کوچه نخیموف در نزد جنگل قرار دارد. با همین علاقه قطع شده است. نقل کرده است برادر راننده کشته شده معلوم شده است که او را همگی 2 کیلومتر دورتر از خانه‌اش کشتند. متاسفانه وقتی که نزدیکانش به سراغ او برآمدند و راننده تاجیک را در جنگل یافتند او الکی جان داده بود. هر سال در روسیه 1000 نفر آزادگان تاجیکستان به علت‌های گوناگون به زندگی پدرود میگویند. هر سال درباره کشتار چندین تاجیک در روسیه خبرها به دست میرسند.